سلام، من مهدی هستم. تقریبا 3 ماه و نیمه تو ونکوور زندگی میکنم. امروز 16 سپتامبر 2025 و دوستان تجربیاتمون تو بعضی زمینه‌ای که کسب کردم و صرفا تجربه شخصی رو در اختیارتون قرار میدم. خب، اولین چیزی که شاید خیلی تو ذهن همه کسایی که توی ایران زندگی میکنن این باشه که چجوری اصلا میشه مهاجرت کرد، مهاجرت های خوبه یا بده، و میخوام امروز بیشتر در این صحبت کنم. اینکه مهاجرت خوبه یا بده که به خود آدم برمیگرده. هیچ کس هم نمیتونه نسخه بپیچه برای آدم، چون زندگی ما آدم ها مثل اثر انگشتمونه، هیچ کدوممون شبیه هم نیست و نمیشه نسخه یکی دیگه رو برای یکی دیگه پیچید. و مهمه که شما چقدر نسبت به مهاجرت اراده دارین و ندارین. این خیلی تأثیر گذاره. اینکه این چندمین ویدیویی که میبینید در به مهاجرت نمیدونم، اما از یه جایی آدم باید تصمیم بگیره که یا دورش رو کامل خط بکشه یا نه شروع کنه به تحقیق بیشتر و تصمیم بگیره. باید به این نقطه برسید بعد از دیدن چند تا ویدیو، حالا یا یه بازه زمانی برای خودتون مشخص کنیم که بعد از اون تصمیم بگیرید و بگید اصلا من دیگه نمیخوام از ایران برم با همه این توصیفات و وضعیتی که وجود داره، و نه، من تصمیمم گرفتم از امروز دیگه میخوام برم به مرحله اجرا، یعنی از مرحله تحقیق جدا بشم به مرحله اجرا برسم. و تنها کسی هم که عالمه به این که برای شما چه اتفاق میفته خدا، هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه که چه اتفاقی براتون میفته. اما یه سری نکات هست که به نظر من مهمه و میتونه برای تو تصمیم گیریتون کمکتون کنه و اگه توجه کنید شاید مهاجرت بهتری خواهید داشت. خب، مهاجرت خوبه یا بده؟ مهاجرت حالا به دیدی که ما داریم که حالا کشور عوض کنیم، اینا شاید خیلی بزرگم نبینیمش، فرهنگ و زبونمون عوض بشه و توی ملیت دیگه زندگی کنیم. حتی مهاجرت کوچیک هم، مثلا فرض کنین از اصفهان به تهران یا از مشهد به تهران، کاری که خودم کردم به 10 سال پیش، همش تجربه و چالش جدید تو زندگی آدم. هر مهاجرتی چون یه تصمیم بزرگه هزینه داره. هرچی مهاجرت تصمیم به مهاجرتتون به جای دوردست‌تر و به جاهای دورتر باشه و مکان‌ها و شهرهای بزرگتر باشه، هزینهش بیشتره. هزینه صرفاً پولش نیست، پولش جای خودش. بحث این که زمان و عمرتون رو ممکنه یه قسمتش رو مجبور بشین از دست بدین، چون مخصوصا تو کشورهایی که میایم خارج از ایران باید یکم از صفر شروع کنید. اکثر مواقع مگه که خلاصه یه پشتوانه کسی آشنا اینجا داشته باشین و اینها همش میشه هزینه. یعنی عمری که اونجا گذاشتین یه تجربه کسب کردین رو بخواید اینجا پیدا کنین خیلی کار سختیه. البته در واقع کسایی که بعضا یه سری تحصیلاتی کردن که مرتبطه و اینجا میتونن کار کنن، مثل بچه‌ای که تو حوزه آیتی کار میکنن، نمیشه خیلی اینجوری گفت. این چیزایی که من میگم رو شما فقط دقت کنید که مد نظر داشته باشید. به هیچ وجه هیچ کس به شما نمیتونه بگی که مهاجرت کنید یا نکنید. اما به نظر من مهاجرت چالشه تو زندگی. کسایی که میخوان زندگیشون یه نواخت نباشه، دوست دارن که با یه چالش جدید رو بشن، با فضای بین‌المللی آشنا بشن، به خاطر محدودیتی که تو ایران هست. به نظرم خیلی خوبه از این بابت و ما شاید نمونه های زیادی داریم از مهاجرت که توأم با موفقیت بود. شاید تو مشاهیر ما و دنیا اینها رو زیاد دیدین. انیشتین مثلا نمونهش، خود ایلان ماسک که الان پولدار خوب مهاجرت کرد آفریقا جنوبی، کانادا، و توی ایران هم مثلا با فوز حسابی خب چیزی که ایران
چیزی که ما امروز ازش نام میبریم خلاص یه قسمت عمدهش رو در آمریکا تحصیل کرده. خدمتتون عرض کنم حتی دکتر چمران اگه بخوایم خیلی نزدیکتر بیایم، آدم مریم میرزاخانی، نمیدونم آدمایی که خلاصه حتی میگم در ایام قدیم خیلی از شاعرای ما دیوانهاشون رو در سفر بهش رسیدن و نوشتن و نتیجه بخوایم بگیریم این که خب یه چالش بزرگی هزینه ممکنه زیاد داشته باشه، اما اگه یه سری نکات رو رعایت کنیم میتونه این سفر، این اقدام یه اقدام مثبت باشه. میخوام راجع به اینا صحبت کنم که چه آیتمایی مهمه برای اینکه آدم مهاجرت میکنه قبلش خودش رو باش بسنجه، به اون شاخص هایی که من میگم توجه کنه، ببینه که چقدر این شاخص ها در قبالش خلاصه مثبت یا منفیه و بتونه بهتر تصمیم بگیره. صرفا این رو میتونم بگم، اما چون من تاکید دارم که آدم ها زندگی من با همه شما میلیون‌ها میلیاردها آدم تو این دنیا متفاوته. از کودکی تا امروز هیچ کس مثل من زندگی نکرده با شکل و شیوه من، همونطوری که برای همه ماها اینجوری هیچ کس به شیوه و شکل زندگی شما دقیقاً مشابه اون زندگی نکرده. حتی تو آدم دو هم اینجوری نیستن و زندگی‌هاشون با هم متفاوته. برای همین نمیشه یک کد 0 1 داد گفت اگر شما اینجوری بودین 1، اگر نبودین 0. فقط میشه گفت در یه سری مواقعی شما باید بیشتر فکر کنین نسبت به مهاجرت. خب اولین چیزی که به نظرم خیلی مهمه وضعیت زندگیتون تو ایرانه. آیا زندگی مرفهی در ایران دارید و وضعیت مادیتون خوبه یا نه؟ اگر خوبه که به نظر من که بیشتر فکر کنید اگر تصمیم مهاجرت دارید. اگر نه خوب نیست میتونید به مهاجرت فکر کنید. اگر از زندگیتون ایران راضی هستین، حتی اگر مرفه هم نیستین راضی هستید و بعضی چیزای کوچیک ممکنه اذیتتون کنه و اینا، به نظرم راجع به مهاجرت بیشتر فکر کنید. اما اگه واقعا فضای ایران یکم داره اذیتتون میکنه، چه از بعد اقتصادی چه از بعد اجتماعی و مسائل دیگه، به نظرم به مهاجرت فکر کنید. بد نیست. اگر وابستگی خانوادگیتون زیاده و به خانواده‌تون وابستگی شدید دارین و خانواده اینجا ندارین، خب قطعا پیشنهاد میکنم بیشتر فکر کنید به مهاجرت و تصمیمتون اگر این هست. و اگر نه این وابستگی به اون شکل نیست، میتونین مهاجرت به عنوان یکی از گزینه‌های زندگیتون انتخاب کنید. مطلب بعدی این که خلاص اینجا یه زمانی زندگی آدم از زندگی تو اول که میاد زندگی توریستی داره، یعنی که در فضا و جو و این چیزاست و جاهای مختلفش رو ببینه. بعد از یه مدتی خلاصه این فضا تموم میشه، بعد به فکر زندگی ماهاش اینا باشه، یکم سختیاش اونجا بیشتر دیده میشه. برای همین به نظر من توجه کنید به این نکاتی که من خدمتتون میگم. خب بریم شاخص بعدی. خدمتتون عرض کنم که یه شاخصی که خیلی مهمه دیدگاهتون نسبت به زندگیه. اگه آدمی هستین که تو زندگی دیدگاه مثبت دارید و اصولاً آدم خوشبینی نسبت به زندگی هستید، من توصیه به مهاجرت میکنم. اما اگه آدم بدبینی هستید، مثل بعضی از آدم‌ها خیلی نق و غور میزنن نسبت به زندگی و اینا، مثل کشتی هست، ببخشید، نق و غور زیاد میزنن راجع به زندگی و نسبت به زندگی نکات منفیشو بیشتر میبینن، من میگم بیشتر باید فکر کنن راجع به مهاجرت و توصیه نمی کنم، چون که شما تو هر اجتماعی برید جا برای غر زدن و نق زدن وجود داره و نکات مثبت قطعا کمتر بدیده خیلی هم. اما اونه که خوشبینه و نظرش همیشه مثبت اندیشه، به نظر من اومدنش به اینجا نکات مثبت رو بیشتر به چشش میاره و این کمک میکنه، روحیه میده. آدمی که بیاد اینجا به خاطر اینکه خلاصه
فضای اولیش و ارتباط گیری و کامیونیتی‌هایش که داره اینجا کمه، یکم ممکن اذیت بشه حتی اگه زبان بلد باشه. زبان بلد نباشه که بعدش آدمی هم باشه که بدبین باشه و نق بزنه و قور بخواد بزنه، نه به اندازه نکات مثبتی که خیلی زیاده اینجا، نکات منفی هم هست. من بخوام یه روز دوربین بگیرم و راه بیفتم تو شهر، خیلی نکات منفی میتونم که الان نشستم کنار دریا، میتونستم برم کنار یه هوملس بشینم پشت سر یه هوملس و شما ببینین احساس شما نسبت به فضا خیلی فرق میکنه و خیلی تغییر میکنه و این دیدگاه خیلی مهمه. واقعا اگه میخواین اذیت نشین، اگر حتی نمیشه آدم ها رو واقعا تغییر داد خیلی، اما واقعا اگه کسی اراده به این کار داره سعی کنید با مثبت اندیشی بیاد و دیدگاهش به فضا به جای جدیدی که میاد دیدگاه مثبتی باشه. خب با کودکان من صحبت شدم بازی میکنم. مطلب بعدی که به نظرم خیلی مهمه بحث هدف و انگیزه است. انگیزتون از مهاجرت چیه؟ برای چی میخواین مهاجرت کنید؟ و اینجا آیندهتون رو چه میبینید؟ چه هدف گذاری کردین؟ یه عده مثلا بچه‌شونه، یه عده مثلا تحصیل میخوان بکنن، دوست دارن به تو فضا بین‌المللی تحصیل کنن، بعضی دوست دارن به مارکت‌های بین‌المللی دسترسی داشته باشن به صورت بهتر و راحت‌تر. و خدمتتون عرض کنم که بعضی دوستان اصلا بیان از فضا و محیط قانونمند استفاده، آدمای قانونمندی اینجا، چون فضا واقعا فضا قانونمندی اینجا. یه استنباطی من قبلا داشتم که اشتباه بود، من فکر می‌کردم خیلی مهمترین دلیلی که شاید اینجا آدم‌ها قانون رعایت می‌کنن صرفاً دوربین‌ها و دیدن‌های زیادشونه دیگه، یعنی که احساس می‌کنن داره همیشه کسی اینا می‌پاید و دوربین‌ها باعث میشن که رفتارها درست بشه. در صورتی که من اومدم اینجا خیلی دوربین کمه، من فکر نمی‌کردم که اینقدر اما قانون رو رعایت می‌کنن. حتی من دیدم نصف شب در یک کوچه که ماشین رد میشد دقیقاً رسید به جای استاپ، با اینکه هیچ ماشین نبود، چراغ دیده میشد، استاپشو زد پشت خطش و بعد رفت. چهارراه نیست، کوچه هاست که حالا بحث قواعد رانندگی که نمیدونم بعدم برسم توضیح بدم، و این کار رو کرد و بعدش حرکت کرد. اینا خب نکات جالبه. این که دیدگاه و هدفتون چیه خیلی مهمه. اگه هدفتون خیلی پیش با افتاده است، دم دستیه، واقعا بعد یکی دو ماه براتون بگیم 6 ماه نهایت خیلی عادی میشه فضا و اون حس و انرژی رو از دست میدین چون هدفتون رو خیلی کوتاه میبینید. اما اگه هدفی بلند میبینید، حتی میخواین وارد بازار کار بین‌الملل بشین و دوستان خودتون یا بچه‌هاتون از این فضای بین‌المللی استفاده کنند و در آینده اینجا تحصیل کنن و کار بگیرن یا خودتون این کار رو انجام بدین، به نظر من میتونین به مهاجرت فکر کنید. توصیه میکنم این کار. خب یکی دیگه از مواردی که به نظرم خیلی اهمیت داره تو بحث مهاجرت و توجه باید بهش داشت بحث سن هرچی بالاتر باشه، شما اگر منابع مالی خاصی نداشته باشین، اینجا آشنایی نداشته باشین که شما رو ساپورت کنه، یا وضعیت کاریتون مشخص نباشه، یا صد زبان مثلا مقدم باشه که بتونید که کاری که تو ایران می‌کردین اینجا سریع بدین سر کار و این بحثای، اذیت میشین و یکم زمان میبره. من که واقعا با این تفکر بخواین بیاین که بدونین که اینجا باید از صفر شروع کنید و باید کار بکنید، هر کاری کار روتین، حالا من هم همین کار کردم دیگه، کار جنرال، و بعد یه مدت، حالا مدت ممکن چند ماه باشه یا ممکن چند سال باشه، بتونین همینجوری پیشرفت کنین و بریم جلو. و سه مهمه به خاطر اینکه اگه بخواین کار جنرال بکنین فعالیت بدنیتون خلاصه بیشتر میشه و مهمه که شما از لحاظ بدنی بتونین یا نتونین. آخرین چیزی که فکر میکنم خودتون رو باهاش بسنجین و راجعش فکر کنین ظرفیتتونه. ظرفیتتون چقدر؟ نسبت به ظرفیتتون باید آگاهی داشته باشین و بعد تصمیم بگیرید. این که شما باید اینجا از صفر شروع کنید و یه سری سختی‌ها رو تحمل کنید خیلی ممکنه اوایل اذیتتون کنه. این که
ممکنه یه دیدگاه مثلا بسته اینا داشته باشین، بیان اینجا خلاصه نسبت به فضاش، نسبت به آزادیایی که اینجا وجود داره، خلاصه اگه ممکنه دیدگاه خاصی داشته باشین و اذیتتون کنه، یکم بیشتر فکر کنید. ظرفیت میخواد استار زدن اینجا و پشت کار که این رو باید داشته باشین. خیلی که حالا من نمیتونم قضاوت کنم چند تا چجوری چه درصدی واقعا، بعد خلاص زندگی ها بعضا اومده اینجا بعضا هم باشیده، به دلیل اینکه زن یا شوهر اون ظرفیت رو نداشتن خیلی مهمه و توجه کنید. خب همه اینهایی که گفتم، این چند تا شاخصی که گفتم رو تو ذهنتون بیارید، راجبش فکر کنید و میزان نزدیکی خودتون به اون شاخص ها رو بسنجید و بعدش تصمیم بگیرید. وقتی تصمیم گرفتید اراده کنید، چون تصمیم به مهاجرت، اگه واقعا مهاجرت به کشوری باشه خارج از ایران، تصمیم سختیه و نیاز به یه اراده قوی داره، زمان هم میبره. بعضی ممکنه 3 ماه 6 ماه بیان، بعضی ممکنه تا 2 سال 3 سال زمان ببره و مهمه که این انگیزه رو توی این مدت رو دست ندین، این اراده پشتش باشه و دیگه به نظر من از یه جایی دیگه به ویدیو اینا خیلی گوش ندین، بشینید دیگه استارت که زدید راجع به فضای اون جایی که میخواین زندگی کنید و انتخاب کردین فکر کنید. سعی میکنم توی کلیپ بعدی راجع به بحث انتخاب کشور صحبت کنم. به نظرم یکی از نکاتی که برای مهاجرت مهمه انتخاب کشوره، که باز هم به سلیقه خودتون برمیگردم و یه سری نکات مهم داره که امیدوارم که بتونم کمکتون کنم. موفق باشین. خدا نگهدار.